سلام علیکم، حالتون چطوره؟ سلام و درود به تو ایرانی عزیزی که هنوز تو این کشور اینترنت داری، هنوز اعصاب داری و هنوز یه ذره وقت داری چون داری ما رو نگاه می‌کنی. ما اینجا قراره با اخبار شوخی کنیم. پس اگه تحلیل درستی از اخبار می‌خوای، برو کانال‌های رسمی رو بررسی کن. ما اینجا فقط مسخره بازی در میاریم. تو این برنامه می‌خوام بهتون ثابت کنم که ما از خیلی از کشورها جلوتریم. میگی نه؟ بریم خبر اول. خب بریم سراغ خبر اول. شاید بپرسید که چرا خبر دارم از رو میخونم، به واسطه اینکه شاید خبر دقیق باید به شما رسیده بشه. نه، من حفظ نکردم اخبارو، اینه که خبر رو حداقل رو بخونم اشتباه نخونم. میگه دانشمندای چینی تراشه‌ای ساختن که تو مغز زنبور کار میذارن و میتونن اون زنبور رو کنترل کنن. یعنی واقعا این همه تلاش و محاسبات کردن که فقط یک حیوان رو کنترل کنن، در صورتی که کشور ما خیلی جلوتره. گفتم که بهتون ما خیلی جلوییم. چه جوری؟ ما تو کشورمون خیلی از حیونا رو کنترل میکنیم. سالهاست که این کارو میکنیم. مثلا چی؟ مثلا بابام داداشمو کنترل میکنه، میگه گاو برو آب بیار و اون گاو حرکت میکنه و میره آب میاره. یا مثلا من خودم یک خر ناطقم، شاید بگم این حرفا چیه میزنی، شکست نفسی نکن. حد دید مامانم همینه، یعنی بهش میگن شهاب چه خبر، میگه این خر که همش داره حرف میزنه. یا خود من دانشمند چینی ام، چجوری یک گوساله رو میتونم کنترل کنم؟ کی رفیق گوسالم؟ مثلا اینکه بهش میگم میخوای یه فرصت بدی به اکست، همون ثانیه فرصت بده بهش و تراشه ما اینقدر قوی و سریع عمل میکنه. یا بهش میگم میخوای بری سریع کار نون آبدار، سریع نمیره. متاسفانه تراشه اینجا ضعیف عمل میکنه و رفیق من همچنان یه آدم اسکل بیکاره. ولی خلاصه میخوام بهتون بگم ما خیلی از حیونا رو کنترل میکنیم و یه مگس زخمی میکنه. بعد داشتم از میگم ما خیلی از حیونا رو کنترل میکنیم و کشور ما خیلی جلوه. بازم میگی نه؟ میریم خبر بعدی. خب خبر بعدی میگه یه زن 38 ساله استرالیایی، این استرالیایی رو 20 بار گفتم تا تونستم بگم. یه زن 38 ساله استرالیایی یک ساله که داره تو خونه سالمندان زندگی میکنه. شاید بگی چرا خواهرم تو 38 سالته؟ خب یه شکست عشقی مثل که یک ساله که خورده، داغون بود و اینها، تو هزینه‌های زندگیش هم مونده بوده، دیگه رفته خونه سالمندان. به هر حال مثل که شوگر توی استرالیا واقعا پیدا نمیشه. حالا باز من میگم ماها جلوتریم. چرا؟ من خودم 34 سالمه، از 30 سالگی بعد تازه برنامه کردنم شروع شده. من هر هفته آخر هفته رو تختم خوابم، به خاطر اینکه برق نداریم. شاید بگی خب خوب زود میخوابی، ولی نه، گرما لهله میزنم، میرم آب بخورم، میرم آبم ندارم. و اینکه این زن 38 ساله استرالیایی واسه رفتن به خونه سالمندان فقط یک شرط داشته، وضعیت داغون اعصاب و روان و اینا. ما از 30 به بعد تو ایران تمام شرایطو داریم، یعنی کمردرد داریم، پادرد داریم، مشکل مالی داریم. یعنی که مثلا یه آدم پیری که میره خونه سالمندان معضلش اینه که بچه‌هاش گردنش نمیگیرن. منم الان والا خانواده‌ام گردنم نمیگیرن. یعنی اینکه با این قیمت گوشت و مرغ و اینا، من زور رفتم نهار بخورم، بابام گفت شما، گفتم پسرتم، آقا بلنش مزاحم نشو. یعنی تا این حد من رو گردن نمیگیرن. من راحت شرایط رفتن خونه سالمندان رو دارم. چرا نمیرم؟ آفرین، پرروام و امید تو زندگی تا ته توم زیاده. ما ایرانی و از همه جلوتریم. بازم بهت ثابت نشد؟ بیا خبر بعدی. خبر بعدی میگه یه افسر روس واسه گرفتن رشوه امتناع کرده و اونو نپذیرفته و دولت همون مبلغو بهش هدیه داده. اینا واقعا دیگه عقب‌تر از ما. میگی چرا؟ من خودم توی اداره چند وقت پیش کارم گیر افتاده بود. هی دیدیم این در اون در اتفاق نیفته، به بنده خدا گفتم آقا میخوای مبلغ، او آقا خجالت بکش. زشته. یعنی چی؟ تو اصلا میدونی من کیم؟ آقا من عذرخواهی میکنم. نه خجالت بکش، برو بیرون، اصلا تو آبدارخونه پیش آقای جعفری برو بهش بگو چی به من گفتی. آقا ما نادم و پشیمان رفتیم تو آبدارخونه، گفتیم آقا روم به دیوار. ما برگشتیم به این بنده خدا گفتیم که یه مبلغ رشوه. گفت چقدر می‌خواستی بدی؟ گفتیم 5 تومن. گفت زشته، 8 تومن بده. ما 8 تومن رو دادیم به آقای جعفری، خودش برد کارا رو انجام داد، برگردون پرونده ما رو داد. یعنی میخوام بگم بوروکراسی اداری روسا هنوز اینقدر رشد نکرده. یارو مستقیم رفته به مأمور بده، خب نمیگیری دیگه. این مراحل داره زیر میزی دادن و اینجا باز هم ثابت میکنه که ما خیلی جلوتریم. بازم قبول نداری؟ بیا خبر بعدی. یک پدر بریتانیایی، به خدا سر این استرالیایی و بریتانیایی اینا 10 بار گرفتم تا درست میگم. یک پدر بریتانیایی دی ان ای خودش رو جعل کرده که چیکار کنه بچه‌شو گردن نگیره. چرا؟ چون این نفقه $125,000 باید میداده. اینجا دیگه از ما انقدر عقبن، نه 1 سال، نه 5 سال، نه 10 سال، صدها از ما عقب‌ترن. چرا؟ ثابت میکنم خدمتتون. تو شاهنامه دیدید که رستم میره سمنگان
و اونجا اسبش گم شده بوده. میره پیش پادشاه سمنگان میگه آقا اصلا ما داستان شده، میگه آقا بشین امشب برنامه کنیم، صبح اسب تو برات پیدا میکنم. خلاصه سلامتی فلان اینا، کله داغ رستم تهمینه، بقیه‌شو توضیح نمیدم. صبح بلند میشه رستم بره، تهمینه میگه او کجا؟ یا دیگه بلندشم برم خونه زندگیمون. میگه خجالت بکش، بهمون گردن بگیر. میگه بابا اصلا یه منطقه‌ای هست سمت بخارا یه ذره اونورتر کردان، هر شب برنامه همینه اونجا. گفتش که من کردان مردان نمیشناسم، بمون گردن بگیر. دیگه رستم شاکی میشه، میگه آقا یه بندی بهت میدم، اگه دختر بود ببند به موش، اگه پسر بود ببند به بازوش. میذاره میره رستم. سهراب بعد سالها بلند میشه میاد میشه باباش زرت میزنه، بچه‌شو میکشه. میگه به دستم نکردم میشه مامانت بمون. یعنی ما صدها پیش اصلا بچه رو میکشتیم گردن نگیر. یه دی ان ای جل کردی فکر خیلی جلویی. میخوام بهتون میگم اسطوره های ما گردن نگیر بودن. این قضیه خیلی قدمت داره و باز هم نشون میده ما از خیلی از کشورهای دیگه جلویی. میگی نه؟ بی خبره بعدی. با یه خبر داخلی میخوام بهت ثابت کنم چقدر ما جلوییم. از پنجشنبه هفته گذشته شرکت آبفا گفته استخر آب قطعه. یعنی چی؟ یعنی برای جلوگیری از آب و صرفه‌جویی در مصرف آب از پنجشنبه هفته گذشته آبو قطع کردن برای استخرهای خصوصی و نیمه خصوصی. خدا شکر من میتونم تو عمیق شنا کنم، نه به خاطر اینکه شنا بلدم، چون آب قطعه دیگه راحت میتونم شنا کنم. یا دیگه غریق نژاد بهت نمیگه با دوستت شوخی نکن، دوست عزیزم خفه میشی، دیگه خفه نمیشی، فقط ضربه مغزی میشه اگه شوخی کنی با دوستت. و اینکه اگه استخر آب نداره میخوای بری شنا کنی اصلا ناراحت نباش. کافیه که فقط کام عمیق بگیری بری تو استخر، توهم آبو بزنی، ساقید حلال خور باشه، احتمال خفگیت هم هست. و یه نکته دیگه هم راجع به این قطعی آب بگم که اگه استخری آب داشت و رفتید دوستان عزیزم، لطف کنید مشکلات رو تو آب حل نکنید. یعنی بابای عزیزی که میگه بابا جان راحت باش، بعد یه مدت دیگه آب آبی نیست، آب زرده و اجازه بدید ما تو آب شنا کنیم، نشاش. متشکرم. خب اینم از قسمت اول شادو شو. دوست داشتی یا نه؟ بلندتر بگو چی؟ برام کامنت بذار، نمیشنوم که یه چیزی ازتون کامنت گرفتم. حالا جدا از شوخی نقطه قوت و ضعف چیزی داشتیم حتما برام کامنت کنید. اگر دوست دارین برنامه ادامه پیدا کنه حتما لایک کن، سابسکرایب کن، واسم کامنت بذار و هر نکته‌ای که به ذهنت میرسه رو بگو. اگر این برنامه حتما برات مفید بوده اشتباه می‌کنی چون فقط مسخره بازی در آوردیم، ولی اگه یه ذره خندیدی حتما حمایتمون کن. نکته آخرم اینو بگم که اگر خبری بود که خیلی باحال بود و دوست داشتیم ما شوخی کنیم و ازش به سادگی نگذریم، اینستاگرام من اینجا میاد، خبر برام بفرست، دایرکت چکش میکنم، میام اینجا مسخرهش میکنم. دیگه هیچ صحبتی ندارم. خداحافظ. برو دیگه پدست سگ پشه پدست سگ. رفتی؟ به خدا بخونم بیای من میدونم تو. بابام بود درو بس.